خب السلام علیکم دوستو هموطنو به فکر افیر رفت نمیدونم همیشه کم ترکک اینترنت داشتم گفتم کم تر گپ زنیم بعد شما امیدوارم همه کسا خوب صحت سلامت سربلند خاناباد باشی راستی کمتر درباره همین کامنت ها را خوندم همین مردمی که می نویسن از همون نوشتنش معلوم است مثلا رنگ ما یک بچه مهاجر است رنگ ما یک بچه دربدر است از همون الفاویتوش معلوم است ده مکتبو را زوش تمام کردگی экзамена да маълим неву да пишти гов рафта супоридаги даъдиро маълум аст аз навиштанаш худаш ай гудакиш директори оғил кор кардагӣ аст оғил маълум ҳамин хел комментҳоро мебинам баъд ҳамин мардуми аврупо қатъи мардуми худмона камтар сравнивать мекунам да мардуми аврупо мебирояд дар нами кӯча ҳар ҳизб ё ҳар ҳаракат ё ҳар инсони шахсӣ бе ягон гап чап мебирояд тазаввурот кардан мегирад дига одамо ҳам та мегзаранд нигоҳш мекунанд меравад кор надорад намегӯяд ту хоини миллатӣ ти ватана ҷазир карданӣ ту душмани миллатӣ ин гап нест анта нигоҳш мекунад меравад баъзеҳош нигоҳ намекунад میدونین برای چی؟ برای که این ملت عقل دارن یا فهمیش دارن خوندگی از سواد دارن مفکوره انسانی دارن رقابت سیاسی دارن برای هم میگن که نادار فقط شکرانه میکنه دارنده تلاش میدونین نمیرم یعنی آدمی که داره او تلاش میکنه که بیشتر کنه زندگیش خوبتر کنه پیش بره با زندگیش با از او زیاد کنه زندگیش برای که او عقل داره همین آدمی که عقل نداره خودش مردی کار میشه هیچ وقت آدم با عقل مردی کار نمیشه بعد در وقتی گوشی او همه خونه که تو شکرانه که تینجیده تو شکرانه که یابو دیده تو شکرانه که داری غلامید بعد مردم هم میگیرن پروتیف یک کسی دیگهش حکومتی ما جوپشه با مردم پکریوت میکنه با مردمی توپوی با مردمی که خیلی میبرش بیسوادش میکنه غلامش میکنه غولش میکنه انا همو قطعی جو پایخی چکو پکریوت میکنه بعد میشینن در اونجا میگن تو چی میگوی تو چی پروتیفی میلت گپ میزنی دولت گپ میزنی تو خوینی میلتی ای برادرم من نه در مادرت خیانت کردم نه در خواهرت خیانت کردم نه در زنت خیانت کردم نه در اکت خیانت کردم نه در دودرت خیانت کردم نه در آتت خیانت کردم نه در خودت خیانت کردم تی یک خیانتی مرا از خودت بیار بگو که نمیده تو خیانت کردی من ملتم تو خوینی ملتی یا که جمع کمو کدامی در خیانت باشم همونو رو همش جمع شوین یک بار تو پشن بگین که نموده تو خیانت کردگی ببروی شما که ملتین از ما چی خیانت دیده شما این توپایی شما از ما نمیمونین مردم رقابت سیاسی کنه میدونه نمیره برای نمو یک گوساله را شما پیشوا گفته گشته ایستادین برای که شما سیاست دیدگی نیستین رقابت دیدگی نیستین شما را بریدنان میته میرقصونه میگه ببروی پروتیفش گبزه بنوی автомати мекунӣ кор барое ки мафкураи ту автомати унамтари бигем туфта шидагӣ аст ай сунаву 4
دین بازو شمورا مفکورتون تفت کردن پرتفتن روزی دروز حتی که تاجیکستان کم به دم تون جلکاشون پوشیده تو مسکو اومدن برای شما را امر معروف کنی شکرانه یادتی اومدن کردن و این دوام شا گفتی همون گپا خطون جو هم خشیدین رفتی با درجه اومدگی هستین همین مردم باور کنین شما از با عقلیتون شکرانه نمیکنین شما از دورندگیتون شکرانه نمیکنین شما در گشنگیتون شکرانه میکنین شما در غلامیتون شکرانه میکنین که شکرانه است که نمیره ما دارم همیره نمیداشتم ما چیکار میکردم میدونی نمیره شما یکی نیست که بیست انسان من ندارم من در داشتگیم باید شکرانه کنم باید من در نداشتگیم تلاش کنم وقتی حالتی ما حالتی مبارزه است تلاش کنم بگیرم ای دستی او نباید خیلی کنه اولاد اجدادش خطی نباید خیلی تاجیکستان داری عذاب بیاره 30 سال ای وطنت سوید نداره 30 سال شید هم وطنم پیش از مرا دشنام نوشتن یه بار نه در مغزی سر دمو دشنام تا یه بار چرت که بفهم که تو چی گفتستی و ما چی گفتستم 30 سال شید سوید نداری 30 سال شید اتپلنی نیست آوی گرم نیست تو گودک 15-16 سالت مردیکار شدی زنات برامدن مردیکار شدن در تای دیگر ملت ها رفتن در تای دستشون کار کردستن در روسیه یه بار تو دوستم نیجت کار فرمون ای هموطنم یه بار کار فرمون تو چی گفتستی خوینی ملت نمیدونم چی ملت دشمنی ملت یه بار نیجت کار فرمون تو چی گفتستی این نشانه بیعقل بدن ترا نشان میده نشانه بی مفکوره بدن ترا نشان میده که تو مفکوره نداری که تو عقل نداری با خدا قسم اگر تو مفکوره و عقل میداشتی فهمیدی تو شکستن امام علی را تو گداشیدن خودت میبینی نجات نمیبینی گداشیدن میبینی پرابلم داری است پرابلم داری است همه تاجیکستانی ها یا این همیجا امنیت ندارن یا همیجا ملیسه ندارن برامده مردک تظاهرات کردسته برامده هم 50-60 نفر شگت گذراندستن پیش پرزیدنت رفته که در تای همو چیش رزبار دارن یک کس نمیگه ملیسه آمده اخرانیتش دارن که همی آدم یکون کس یکون خفه نکنه این مردک حقش طلب کردسته من همه طلب کردم راست میگوی حق پراویتل یعنی حل کردن مسئله ایت است نه اینکه جموندن کون نه اینکه نبرش میلیونر کردن نه اینکه دخترش میلیاردر کردن نه اینکه فرزندای خودش وزارت ها را توفه کردن بیات کار که نه فرزنداش گنرال کردن این نیست وظیفه پراویتل وظیفه پراویتل حال مردم ها دیدن است نه اینکه یک کروبکر را بگیری بگردانی رقص باشه سرود باشه ما بسیار فرهنگ دوست هستیم این احوال است برای همه هموطن عزیزم پیش از اونی که گپی که میزنید پیش از اونی که کامنتی که میکنید یه بار فکر که یه بار تا مردک شبه نویس که چی با 30 سال سوید نیست یه بار مردک شهی را طلب که صدها کمپیرو صدها مومه ها تهرت میکنیم غلطیده مردن کسل شده در تاریکی صدها گودک ها تا امروز تبرکلوسن از پشت نداری میلیون گودک ها را پرتافته ایستادن در یتیم خونه و یتیم خونه پرشیدن تو مردک هستی یه بار از این کمبودی گپ زد و چی به ایشیده ایستاده است یا که غلامی تا افضلتر است همه میدونی تا هموطنه
یا عموما ترا کی حق میته که من وقتی حق خدمت طلب کردن ده تو پروتیف ما ببرو یا که دشنام کنی مرا ترا کی حق داد است ما حق ما طلب دارم زندگیت خوب است مردی کاری خوب است کردن بگی اما تو چی کار داری در حالت که ما حق خدمت طلب کنم ترا حقت مردی کاری کردن بگی لیکن حق ما این نیست حق ما زندگی کردن در وطنم است حق ما آرام بدنم است حق ما سوید داشتن است حق ما اتاپلینی داشتن است حق ما جای کار داشتن در وطنم است ما طلب دارم تو دکو این افوره پای کار چیدن بگی زدن بگی شکت ورتا تو چیکار داری یعنی پروتیفی ما میبروی مرا میگوی که تا حق تا طلب نکن تو خواهی ملتی ما شکت رو مونه بزنیم بزن شکت ورتا بزن بکن چقریتا بکن مردی کاریتا خزای رابط هایست گفته گشتن بگی تو نمیمونی اگر من خدم حق ما طلب کنم همچون انسان یا که تو غلامی باید من غلام شم در بری تو نباید ما توی روزا بیم برسیم برادرم ما که امام علی را گفته ایستادم ترا نه نامی ترا گرفتم نه گفتی همو گپو نسب تا گرفتم برای کار تا کدام بگی میبینی ببین ما گپ زدگی ما نمیبینی نبینم وطنم هیچ که ترا زورا نمیکنه ببین گفته وقتا همه او روز دیدم همه قدم قربان در همه آدمای بگیم روحی کسل دارن یعنی نمیفهمن در همه رفت یواش کرد من گفتم ملده است اینمی قکارش بگیم که چقدر ما او را خیلی دیلم خاطر خیلی چی میکنم میگفتم همین ملت توپوی میکنه هر ده حرکتاش جوانو را از راه میبره جوانو یعنی که دیگر سمت میروه این حد حرکتاش خطی میگفتم اینم یک تکار کرد بگیم چقدر ما گفتم که حدی اقل گفتم نیم کار کرده ولی یتیما هستن یتیما روزی دروز باور کنین مهر میخواهن از منت میخواهن ما او تو یک مهر اکگی بتیم مهر پدری بتیم مهر مادری بتیم برای او تا یتیم خانه موندگی یکی چیکار کرده استین شما غلامی خطی سرگردانه پروا ندارن یگان تدکین همونجا بیچاره یتیم است همون را با این امانت غلام رفته زینا کدگی هم همونجا ده همون آچه و گوده که نگاه کده تانستگی نیست برده پرتفتگی هستن همونجا خویلش یعنی را این خود تو خویلش هم وطنم یعنی همه حدیثه و همه سیتواتسی هست همه خیلی شیدگی هست امام علی رحمان این یتیما را برای یک بونوس کار کردن خودش یگانجا گدایی بروه گویا که سر یتیما را سیله میکنه حتی اینا را بیزنس کردگیم بیزنس شخصی خود چون آدمو را نمیمونن با یاردم کنی و اگر برای یاردم کنی نمیمونن باید او را یاردم میکنی میگم ما دستکلاتمون میمونیم اگر هرچی دادنی باشی بعد ما خدامو وقت ساعتش خطی یعنی یادم میتیم یعنی وقت ساعتش کدام است وقتی امام علی اومد از همون سکلات یاردمای ترا میگیره در تنای اون بودکو میپشونن بگیم که چی میکنن امام علی بونوس کار میکنن خلاص 55 تا کامera خطی میآین رقاصه و آرتیست خطی میآین امام علی ثواب کرد امام علی کار خیر کرد اونا میدونه که اسکلادای بدگی همون خیر یگان آدم رحم دل خیراش ایو یک ثواب بگیریم فتگی امروز یتیم خونه را امام علی برای خودش بیزنس کردگی است که در جامعه نشان میده که امام علی چقدر رحم دل است میفهمی نمیره داشی نه چیزا را شما درک نمیکنید نمیفهمی در فکرش نیستین در وقتی سیوز یتیما را آدما میگرفتن در خانه‌شون امروز آدما فرزندای خودش برده پرتفتیستن بیزار ای فرزند خودش میدونیم برای چی برای که